جناب رئیس، زبان فارسی نه تنها زبان یک قوم و یک گروه بلکه زبان اکثریت مردم افغانستان و ارزش مشترک همه اقوام با افتخار این سرزمین است. زبان فارسی زبان سلمان فارس، زبان امام ابو حنیفه، زبان مولانا ناصر خسرو، زبان امپراتوری های بزرگ این سرزمین بوده چون غزنویان، سلجوقیان، غوریان، زبان رسمی احمدشاه بابا، تیمورشاه و ارزش مشترک شاعران و فرهنگیان بزرگ این سرزمین از هر قوم و اقوام بوده چون خوشحال خان، هارون بارکزی، علی شیر نواحی، عبدالحی حبیبی بوده که به آن تاریخ نوشته و شعر سروده. خارجی خواندن زبان فارسی خلاف قانون اساسی و روحیه ملی، نقض حقوق اکثریت شهروندان افغانستان است. نام اصلی این زبان رسمی از عراق تا قفقاز، از هند تا بالکان، از 2000 سال به این طرف فارسی بوده و دری بوده. پس هر گونه اقدام در این راستا یک اشتباه نه بلکه دشمنی با یک فرهنگ و یک زبان اکثریت مردم این سرزمین بوده. برای ما و فارسی زبانان و اکثریت مطلق این سرزمین به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. اقدام غیر مسئولانه رهبری احصایه مرکزی مبنی بر خارجی خواندن زبان فارسی خلاف ماده 16 22 50 قانون اساسی بوده که هر گونه تبعیض را بین اقوام افغانستان مردود دانسته. بنابراین جناب رئیس، ما فارسی زبانان و اکثریت مطلق مردم افغانستان بر این باور هستیم که آقای رسولی که رئیس احصایه مرکزی و همدستانش به جرم خلق نفاق، نقض قانون و نقض حقوق فرهنگی مدنی شهروندان باید از اداره مرکزی هر چه زودتر سلب صلاحیت، اخراج و به سارنوالی معرفی گردد. امروز اومده ازبکستان به زبان خونگی کرده، اما کتاب‌های تاجیکی را سوزاندن. متاسفانه طی سالهای آخر در بخارا مکتب تاجیکی خرید نیست شد.